برنامه‌های آسمانی‌اش به خاطر نعمت‌ها و برنامه‌های بسیار مفید و رشدش، ترقی‌اش و این تعداد نعمت‌ها لا تحصوها. اگرچه ما همان جمع شویم با تمام وسیله اسباب، اگر نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی از لطف و کرمش برای ما و شما عطا کرده است بشماریمش، از بس که مونن زیاد هم حد مرزی نداره، شمردنش نمیشه. این چی را بیان میکنه؟ این مهر محبت الله نسبت ما و شماست، کرم خداوند است، مهر محبت خداوندی. الله تبارک و تعالی بنده‌اش از نصیب هستی آفرید، همین خیلی رها نکرد. راهی درست، راهی حق براش نشون داد که در این جمعه میخواهم درباره اون موضوعی صحبت کنم که بسیار مهم است. یعنی موضوعی که چطور زندگی را ساده آسان بکنیم، چون که اکثر ما شما در زندگی اروپا را میخوایم زندگی سخت بشیم، تا چند که زندگی میره و میره با جایی که آسان شد سخت‌تر میشه، قیمتر میشه، مشکل‌تر میشه. من ده حیران میشم یا الله چی کرد. تا زمانی ترقی می‌کنیم، سیویلیزاسیون پیش بریم، مردم صاحب دعایی میشن، یعنی مال ثروت دارن صاحب میشن، اما باز هم زندگی خیلی مشکل است، سخته. انسان میگه همه چیز هست، اما دل تنگ است، روز بروز تنگ میشه، تنگ‌تر، دل سیاه، جای سیاهی، تنگی، زیرقی. انسان یا زمان نونی خوردن داره، اما زمانش میشه که 100,000 دلار، 100 هیچ دلار. بخصوص کسانی در این شهر، در این کشور که میرن، کشور پربرکت، خیلی کم است این مثلا انسان‌ها که اگر بجورن یعنی که صاحب نعمت میشن، اما باز هم یعنی قینیا هستن، از این استریا هستن. الله تبارک و تعالی بسیار کریم است، لطیف است، مهربان است نسبت ما و شما. الله تبارک و تعالی از ما و شما زندگی سخت پر مشکل طلب نمیکنه و نکرده است. اعلام کرده در سوره مبارکه زاریات که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میبخشید سوره مبارکه بقره آیه 282 ششم که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تبارک و تعالی هیچ نفس، یعنی هیچ انسانی از قدرت توانش زیادتر منتر مسئولیت نگذارد. یعنی به قدر استطاعت انسان، به قدر توان انسان، خداوند انسان موظف کرد، یعنی سختگیری نکرد، آسانگیری کرد. اما ما باشیم بخیر سختگیری میکنیم، یه سختی میبینیم همش از اون واسه نسبت خیلی سختگیری میکنیم، عذاب میتیم. خداوند مهربان عکس از دید از ما زندگی سخت دشوار پر مشکل طلب نمیکنه، آسان باش میگه، راحت باش طلب نمیکنه، از قدرت بالا طلب نمیکنه الله سبحانه و تعالی. اما ما اخر نسبت از قدرت بالا طلب میکنیم. یا که همین خیلی حدیث پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، حدیث صحیح است در صحیح بخاری، میفرماید که این دین یسر، دین آسون است، دین مبین انسان خیلی آسون است. اینو که ما میبینیم سخت خیلی در شبکه اینترنت دشمنای ما شما یعنی که برای ما شما جدا نمایان نشون میدن که ما شما که دین سخت است، آسون است، ایش ممکنه، ایش ممکنه، همه چیز ممکنه، ولی چیزی که مضر است، ضرر است. برای انسان ضرر میاد، انسان کمرش میشکنه،
همون چیزی بعد خدمت نمیکنه. ایلا همه چیز حلاله. در مقابل یک خمر، شراب، عرق میلیونان نوشابه حلال است. در مقابل یک خنزیر خوب چقدر حیوانات حلال، چقدر پرنده حلال. یعنی همه چیز حلال، مگر به اندک چیزایی که بر ما انسان‌ها ضرر میرسونه. خداوند تبارک اون معنا کرد حرام کرد. نه دین آسونه. این دین یسر. دین آسون، دین مؤمن دین اسلام آسون است. ولا يشاد الدين احد الا عليه الا غلبه. هر کس اگر در دین بیاد سختگیری کنه چه عذاب نیامدن شکست میخوره. انسان باید همون دینه که دین حق چقدر که خداوند فرم اصلیش برای ما شما نازل کرده، همون خیلی انسان باید زندگی کنه، از خودش اگه چی نکنه. این دین یسر. برای چی دین چی؟ دین حیات، دین زندگی. بدونید دین زندگی. الله تبارک و تعالی در سوره بارکه انفال میفرماید استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاکم لما یحییکم. الله تبارک و تعالی امر دستور میده استجیبوا، شما لبیک بگید، دعوت گیره، دعوت الله و رسول شد. لما یحییکم، چون لما یحییکم دعوت میکنه شما را، امر دستور میده که شما را زنده نگه می‌داره. لما یحییکم یعنی دین زندگی. اگر ما شما بخوایم زندگی آسان داشته باشه، هستیم خیلی دین زندگی کنیم، بعد خیلی مساهلی نکنیم. دین حیات، دین آسایش، دین راحتی، دین سبکی، دین برکت، دین هر چی که انسان خودش میخواه و خودش نمیفهمه دین برای اون تعمین میکنه. هیچ خوبی خیر یعنی در پشت دین نمونده. همه خیر دنیا و آخرت در دینه. پس برای ما آسانگیری کنیم، سختگیری نکنیم در زندگی ما. الله تبارک و تعالی خالق ما شما عظیم است، تمام هستی را خلق کرده است. نسبت ما آسانگیری بکنیم، پس ما خود نسبت خود سختگیری نکنیم. اون چیزی که در مسئولیت نیست به خود نکشیم، نگیریم. به قدر توانی قدرت ما عمل بکنیم. زیاد زور نزنیم، کمر نشکنیم، غم بیهوده نکنیم. رزق روزی انسان تأمین کرده شده است. هیچ کس نمیتونه ذره زیاد کم کنه. اون چیز رزق از جانب الله هست. پس غم نخور، چیزی که نداری غم نخور. غم انسان از زندگیش قین مشکل میکنه، سلامتیش از بین میبره. یک پروفسور، یک عالمه در مکتب، در دانشگاه طلباش تعلیم میداد. لیوان پر از آب، استکان پر از آب گیر برای شاگرداش گفت که اگر همین استکان اگر من بلند بکنم چند دقیقه بیست، یک دقیقه، دو دقیقه، هیچ احساس نمیدم خیلی شد. اما اگر بود چون ساعتش بیست، اگر چی استکانی چی وزن نداره، اما هم یک ساعت اگر بیستم، دو ساعت بیستم، ما این کارو میمونم. میدونه اگر همین زیاد خوردی یک دقیقه نیم هیچ کار نمیکنم، اما روزش هم خوردی، ما سوال هم خوردی، همسایه دارم من ندارم، فلان ماشین قیمت دارم من ندارم، فلان خسر دارم من ندارم. با جیب انسان، با جیب انسان ها مردم اگر چشم دختی و غم خوردی معیب بشد. وارث قرار بگید خیر اون چیزی که الله میدن بهتر است. از اون کسی که میتونه منت بکنه که غم میخواد، چیزی که نیست، چیزی که نیست غم میخواد. نهایتاش نه با غم خوردنش
و دستش میاری و نه فایده میکنی بلکه ضرر زیان و عذاب میکنی. پس راحت باش، سختگیری نکنی بخیری. ریشه و خوندن پایه اصلی زندگی یا زندگی آسان داشتن، این قاعده این فراموش نکنید، قاعده حتمانی و تغییر ناپذیر است. این تقوا و خود تفسیر. اینجا الله سبحانه و تعالی اعلان میکنه در کلام پاکش، در قرآن کریم دعوت میکنه آیا کسی هست با من عهد پیمان بکنه، بیعت بکنه، دست بتیه. هر کس که والله که با این آیه با این عهد پیمان الله اگر پایبند باشد، والله زندگی را الله سبحانه برای انسان آسان میکنه، ساده میکنه. اون سوره مبارکه توبه بوده. الله تبارک و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله میگه صاحب زمین و آسمان، صاحب همه چیز. و من یتق، هر کی تقوا کنه، هر کی از الله بترسه، هر کی همیشه الله مد نظر داشته باشه، دست به محرمات نزنه، بعد جنایت نزنه، رای خدا رای راست پیشه بگیره، یجعل له مخرجا. الله سبحانه و تعالی میفرماید من زندگی برای بسیار آسان میکنم. هر مشکلی، هر سختی که بیا انسان گمان نمیکنه که همین انسان از همین سختی و مشکلی بیرون را، الله سبحانه و تعالی میفرماید دری بیرون را برای این انسان باز میکنم که از همین مشکلی بیرون بروم. ولی مشکلی اقتصاد، مشکلی سلامت، مشکلی چیزی باشه، عائله داری، فرزندی، زن، جامعه، کارخانه، شرکت، دوستم هر چیزی باشه، هر جایی که مشکلی باشه، تصور که در سخت‌ترین مشکل که اصلا عقل انسان نمیفهمش، اما الله سبحانه و تعالی رای خروج، رای بیرون شدن برای انسان باز میکنه، کمکش میکنه، نصرتش میکنه، بیرونش میکنه. و در ادامهش میفرماید که سبحان الله مهربان و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی خدا میگه ریسک نمیتونه انسان هست. چرا؟ چون که انسان بسیار دنبال ریسک، یا حیات کار زیغ، یک پریدنون بیام خدا میخواد فرزندان افتن غم ریسک، غم ریسک نخیر و یرزقه من حیث لا یحتسب. غم تقوا را بخیر، غم بخیر چه خیر الله راضی بکنه، تمام ریسک روزیت در باجی بده کردن الله حتما میرسونه. این کار نداره ریسک روزی انسان اگر تکمیل کنه دنیا برای ریسک الله میده. بنا بر همین تقوا است، خدا ترسی است. یک قضیه، یک حکایت، یک دزد در بیابان و یک عالم باغ بود، اسماعی اگر خطا نکنمش، رای پیش راه شگرفت، دزد در بیابان پیش راه شگرفت، اسلحه را برداشت و هر چیزی در کیسه در جبل داره خواهی که بریسود گجار میگیری دیگه. هم کفهم نه خولی که یک قدم جدا میخی، تکون نمیخی، گردم تمیزارم خولی بیچیده است. هم کفهم دوست نفهم نه. گفت خیلی اگر با زبون خیلی میگه افزانه موزه گفت که مثلا من مشکل سخت زن دارم، فرزند دارم، رنت کارتیر رو نمیدونم، گاز دست بیت فلان تلفن قرض گرفتم و شکلمون بگیرم، تلفن هم قرض بگیرم، ماشینا میگیرم که قبول بالای گرم، هم خیلی من نه دست گفت نه فایده ندارم، زن ما فرما کرد پولا بیام راه نداره خالی که چیزی داری، هم قیمتش نفهمید. بعد بود که خیلی مایلش بود که
فکر که چیزی من دارم تیم پدر دارم یه روز نمی‌روز بشه تمام نه که اگر من رها کنیم مثلا من نگیری اگر من یک چند آیت نشون میدم میگم یک حیات راحت نگرد در دنیا تو زمانی که راحت است در زنده هستی راحت نگرد فکر میگه چی نمی‌کنی غم غصه دنیا زندگی نمی‌کنی دست افشی بزن تو راست میگو آیت خرم میگو آیت خرم کد گفتم و با شرطی که راهم بیمای راهم میکنم بعد هم سوال مرکز زیاد تخمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وفي السماء رزقكم وما توعدون فی السماء رزق شما ای بندگان در آسمان است نزد من از رزق شما غم به جا نخورید کارهای خطا نکنید کارهای بد نکنید شب تنش خواب کنید رزق من نتید وفي السماء رزقكم وما توعدون مگر برای همین رزق نیست مردم به شما فکر نکنید میزنن ایش و دشمنی میرن حسد میرن ایش فانش که کوشا فان که ایش بیزنس ایش انا بدبینی و چشمبینی های یک مول دنیا با دست رزق زیاد شد نه والله رزق که هرگاه که زیاد کرده کم نمیتونه تمام بود الله برای هر انسان علاقه تقسیم کردگی است هر انسان در شکم مادرش الله سبحانه دریش نایسته است مردم میزنند خونریزی و فند و فریب جنگ دعوا یک مول سبب دنیا با دست بنگی رزق زیاد نمیشود تمام و 4 ماه در شکم مادر علاقه الله سبحانه و تعالی ملائکه مأمور کرد رزق نیستگی چند که امر تو میبینی نمیبینی چند که رزق تمام زور نزد وقتی که آیت تلاوت کرد دز یک دود زد او خند دوست میگو پرت و شمشیر رفت پس ما شما در همین باره پیغمبر الله صلی الله علیه و حدیثی دارد کارهای نامحکوم نکنید پیغمبر الله صلی الله علیه و میفرماید که در حدیث است عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت می‌کند ان الروح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب یعنی اینجا پیغمبر الله صلی الله علیه و میفرماید که جبرائیل امین روح امین برای من وحی کرد که انسان تو زمانی که رزق تکمیل نکنه از دنیا نمیگذره نمیره یعنی تو زمان عمر تا تمام نکنی رزق تمام نکنی انسان امکان نداره که از دنیا بگذره و رزق روزی از جانب خداوند تقسیم کرده بنابراین در ادامه پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که فاتقوا الله شما از خدا بترسید یعنی این روز جنایت همش از همین است رزق روزی زیادتر کنیم همه میکنم به خاطر یک پولی چیزی ناچیزی این دنیا چیکار نمیکنه انسان بندگان خدا اما برای این الله سبحانه و شما رو خلق نکرد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون همه غصه ما برای به عبادت و توحید الله باید باشد رزق روزی در الله هست اگر انسان میفهمید همین آیت تمام مشکلات تمام بشه مشکل نباشه این روزی که میبینید در عصر موشا عصر 21 وحشیانه کسانی که سعی رو انجام میدن که یگان حیوان انجام نمیده همه فکر میکنن که رزق روزی زیاد شود زمین زیاد شود پول مثلا زیاد نمیشود پس بنابراین پیغمبر الله صلی الله علیه و فرمود فتقوا شما از خدا بترسید و اجملوا فی الطلب در طلب رزق روزی حرکت کنید اما از راه حرام نگیرید کارهای حرام یعنی با خونتون با فرزندانتون مال حرام یعنی لقمه حرام نیارید اگر یک کم یک ذره یک زمان اگر که موقف شدی که کمتر اومد اشکال ندارم صبر استقامت کنید راه حلال پیش بگیرید شما راه حرام نگیرید لقمه حرام به خونتون نیارید دردی سر میشود اونجا قیامت سخته کسی به داد کسی نمیرسه والله نمیرسه پدر از مادر میگریزه یک انسان خودش تو اچخل اومد هم خود میره تنها کدی گور میره کسی که
نه بیزنس، نه فرزند، نه نمیدونم مال، نه ماشین، نه کس، یگان چیز خود اعمال، خود و اعمال تمام. انسان چقدر در این زندگی انسان آیا انسانگری کرد نکرد؟ بنابراین پیامبر الله سبحانه که یک زمان اگر قرچ لیستون کمتر اومد اشکالی نداره صبر کنید، رو به محرماتو نیارین، دست به حرام نزنید. و دیگر اساس و پایه اصلی که زندگی آسان و ساده و کم غم و غصه داشته باشید و شادی و خستگی زیاد بشه، این توکل به الله سبحانه و تعالی است. همه امور به دست الله است، به خواست الله میشه. انسان مسئولیتش باید انجام ده، حرکت نه، اما کارش نشده همه نتیجه دست الله است. برای چی زور میزنی غم میخوری؟ زندگی ده سخت تنگ میکنی، راضی باش با تقدیرات الله سبحانه و تعالی. هر چی وظیفه است مسئولیت به انجام بدی. پیغمبر الله صلی الله علیه و میفرماید اگر مردم اگر به الله سبحانه و تعالی همون خیلی که شایسته است توکل میکردن، مثل پرنده میخوردن مثل روشا. پرنده سحری از بدونش بیرون میشه، شکم میخوری بگه که بشتی برمیگشت میومد، شکمی پر سر میومد. مردم همه به آسانی زندگی میکردن. اما اینجا پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که مشکلی ما شما توکل نیست در زندگی. و دیگر اون چیزی که قناعت است، قناعت هم نداریم. آدم میگه من همسایش ماشاءالله بیزنس نقص و پول خیست سر میشود، حسد، دشمنی. سبحان همسایت که برادر داره، بیگونه نیست. رای حلی حسادت دعا کرده دعای خیر کرد، دعا که خدا کمک کنه در تجارت بیزنس، در هر چی که پیشرفت کنه خدا کمک نصرت کنه، دعا کرده ای برای کنه. قناعت نیست. قناعت هم چیزی است که هر چی که الله سبحانه و تعالی رزق نصیب کرد باید راضی شود. یکی از سرچشمه آسایش زندگی کردن است و آسان زندگی کردن است و مشکلات برطرف کردن است. مقایسه کردن خیلی با دیگران این خطا است. هر چی که داد الله شکر کرد. واقعا همین مقایسه کردن یک حادثه شده در زمان موجوده. سبحان الله، روز به روز سیویلیزه پیش میره، ترقیات پیش میره. باید ما پیش بریم، عقب میریم. در اصل بی‌صورت سبحان الله ما چیزی که بچه‌ش سر مشاهده بکنیم در یگان دانشگاه یگان استاد معلم درس نمی‌تیه. اگر همین حادثه را درس بگیریم پس کی درس میگیریم؟ تو چندی که حیات پیش بره باید ما ترقی کنیم هم در دین هم در دنیا که نه بغض حدوثا مقایسه کردن خطر با دیگران. این بسیار خطای وزمین است که در زندگی مشکلی بسیار میاد. پناه به الله سبحانه و تعالی. یعنی یکی از اسبابی که انسان در دغدغه‌ها و فکرهای به اساس پوچ و اون چیزا که انسان به تشویش من همین مقایسه کردن با دیگران است. های دیگر ماشین قیمت بکنم زور بذارم. های دیگر خونه ده ایتاژه من سه ایتاژه کنم. های فلان کس توی مصرف دغدغه کرد من اون زیاد کنم. سبحان الله کجایی مصرف‌های چجوری؟ این زندگی آسان نمیشه. بنابراین پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود انظروا الی من اسفل منکم. اگر شما نظر کنید به اون کسانی که پایین‌تر از شما هستند. پیغمبر مهربان و دلسوز ما شما راه نشون میده، ما شما عذاب نکشیم، در سختی گرفتار نشیم. پس میگه نظر بکنید با اون کسی که پایین‌تر از تو هست، بغل‌تر زندگیش با محدودتر نسبت تو هست، اون را نگاه کنید. ولا تنظر الی هو من افقر فوق منکم. نگاه نکنید با اون کسی که بالاتر از شما هست، شرایطش زیادتر اوست نگاه نکنید. این وقتی پایین نگاه میکنید این شایسته است که نعمت الله سبحانه و تعالی ببینید. الله سبحانه و تعالی ما شما از شش طرف احاطه کرده است، ما نمیبینیم. فقط فکر ما، عقل ما، فهمش ما، درک ما در یک
دارایی دنیا است، ثروت دنیا است. یک کس اگر یک کمی دارایی داشته باشه تمام ما هیچ چیز نیستیم. سر میکنیم به شکایت. ای ما فقیریم، مسکینیم، بدبختیم. سبحان الله. مگر ثروتی نداری سبحان الله. آیا اومده هستی ده چشم در 10 میلیون دلار منو نمیفروشید 10 میلیون دلار. آیا بایگری نیست؟ یعنی دیگه هیچ ارزش نداره. هر دیر نکرده میسپاره. خلاص من دیر 24 ساعت خدمت کار میکنیم، خواب میکنیم، استراحت دیر استراحت نمیکنم. مفتی مردم در خدمت این نعمت نیست. آزادی هر جا که دلت خیس رفت کشید اومدی میبینیم. بسیار که آزادی را گفته اصلا اجتهاد میکنن، آرزو میکنن نیست. آیا ما همیشه همین روزا ما اخبار مشاهده نمیکنیم که آدم برادر ما شما خاطر دین شد سبحان الله 20 سال 30 سال 40 سال چیز زیاد از آزادی محروم است. محروم بوده. ما آیا این نعمت نیست؟ پس پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میگه این نظر میگه کسی که پایین‌تر است. سعدی رحمت الله سخن میگه یک زمان خیلی چی نه کامران دارن همه کوشش کردن زحمت شد در روی علم بودن شیعه بودن کوشش زحمت میکردن بیزنس مطلب بسیار در مورد اینا بسیار در ما امروز واقعا گهگونه کرد نوم نشاش نیست اما از سعدی رحمت الله قیامت در عالم فارس مثل افتاد میدرشن زحمت کشیدن همه ثروت دورش در علم در قناعت تعلیم تربیت در استادی خرج کردن. کمغل بودن. یک روز میفرمایند که من کفش پاپوش خریدم. پاپوشم تنگ بود دیگه. تنگ پا میزد میجقید اذیت آزار میرسید زیخ شده میگم که پاپوشی تنگ گرفته مثلا تنگ های شرایط نیست مثلا بود دیگه زیخ شده خلاصا زیخ شده میگم در فکر رسان بیرون بلند سبحان الله وقتی نگاه کرد یک نفر از پیش برشت در کوچه میگه سبحان الله اون پاپوش نیست پا نداشت میگه من اینجا شیشتم فکر کردم من کمغل من فرا میکنم هزار یک شده سبحان الله اون اصلا پا ندارم تا شکایت بگی پتنگه نداریم واقعا همی خیلی همه نعمت هست پول نیست بگه تو تبا و بدبخت شدیم سبحان الله این بیعدلی نیست که الله خوب نیست شکایت کردن بسیار بده شکایت خدا کن و رزق خورد که خیلی بده الله سبحانه در قرآن مشکلی ما اینجا قرآن نمیفهمیم مشکلی ما پرابلم اینجا که قرآن نفهمیدیم قرآن در خانه در بالا تلویزیون یک قدر وجب گرد بیفته گیره شب روز در اینترنت ها در اینترنت ها فیسبوک اینستاگرام خرد بالا ساعتاش خرد اون میگه وقت نداریم دست تعلیم دیم قرآن بالاش یک وجب الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید در سوره مائده طه میفرماید در سوره حج میفرماید ولا تمدن عینک الی ما به ازواج منهم نگاه نکنه که اون چیزی که خدمت برای دیگران داده است چشم نانداز اون چیزی که خدمت داشتی بهتر است ولی خدمت که خیر ولی خدمت که خیر در نام حقوقی که الله بده این بهتر از گوشت بسپرود در خانه مردم چشم با مال مردم چشم با کیسه مردم نانداز اون چیزی که الله میتونه اون ببیند اون بهتر است پس یکی از مشکل ما چی است؟ ما خودمون با مردم مقایسه میکنیم که مردم دارن ما نداریم واقعا زندگی ما را اگر نگاه کنیم زندگی توجهی است اما ما قدر نمیکنیم بسیار از ما والله وقتی که تاریخ پیغمبر اسلام میخونی حیرون میزنی حیرون زور میشه وقتی که صحابه و تابعین نگاه میگی چه خیلی زندگی کردن دنیا تحت دست شد اما ساده بودن مثل ما دغدغه ها و قایمه ها خودنشینی منافقت نداشتن
پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کس که اگر پگاهی از خوابش بلند شد در امان هست، ریسک روزش یک روزش دارد، گویا اینکه تمام دنیا برای این شخص داده شده است. گویا تمام دنیا برای این شخص داده شده است. یعنی اینجا اگر انسان مؤمن از اهل توحید لا اله الا الله صبح بکنه، امنیتش خونه‌اش در امن باشه. چقدر که ما مشاهده میکنیم چقدر میلیون برادرها میخیزن سحری الکی در امن نیستن. ما سبحان الله صبح میکنیم در امن هستیم. زن فرزند در کنار مثلا جایی که بدون پورا مکتب میرن، دانشگاه میرن، سپورزال میرن، تنجیم. مثل برادران هستن که یکنی 2 تن بمب سر شد، توری سر شد، در زن فرزندش بذارن، همه اولش از دست بتیه. پس پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کس که از شما اگر صبح کرد امن باشد و سلامتی داشته باشد، سلامتیش تنج باشد، گویا تمام دنیا برای داده شده. الحمد همه ما شما سلامت هستیم، امن هستیم، تنج هستیم، در غم نیستیم، غصه نیستیم. روز یک روزه را پیامبر الله صلی الله علیه و یک روزه را میگه، یک روزه را ما چقدر خزینه جمع کردیم سبحان الله، بازم میترسیم، بازم حریص هستیم. او کجا خطا میته الله سبحانه چیزی که خیرات دست چند سوره میشه. بعضی ما شاید یک حیات تمام نکنه جمع چیزی که جمعش کرد، واقعا حیات همیشه پروش زمان میشه نیست. یعنی بعضی برادران خدوان هم خدو دستی مثلا تجارتی جمعش کرد، اما نگاه کنی سخن پیغمبر الله بترسی از الله رعایت نمیکنه. دور هم یا صلات جمع دور اما میدوان بدوان گپ نیست که بحث نماز ترک نکن، فرد فکر نکن، حق مردم نخی، برادر دوست نکن، مشرکی نکن. اینجا پیغمبر الله صلی الله علیه و یک روزه نمیگه، یک روزه را دنیا دو دنیا. پس ما نگاه نمیکنیم این مطلب. اون چیزی که میخواستم اضافه کنم، یکی از اموری که زندگی ما را سخت میکنه، تنگ میکنه، ما را عذاب میده، این مقایسه بود نسبت مردم. لیکن نگاه بکنی آدما مردم‌ها چیزی که الله سبحانه و تعالی از نعمت فراوان داده شده که در برای الله سبحانه و خرج کنه، اما اسرافگری بسیار میکنن. به سبب اسرافگری اونها دیگران عذاب میکنن. چقدر در همین ولیم‌ها داریم، در تویای داریم که سبحان الله. ما میگه عربا رو میگن میخندن، عربا تایی پولن خرج شدگی در توی چیز را خودتون از این عربا گذاشتگی برای یک محفل، برای یک توی برای یک فاتحه 200-300 هزار دلار از خود بگیرن. حول ولا قوة الا بالله. این کجای اسلامگری که تو میگیرن؟ حیرو میزنی. راستی چند باشید برادر میگن که دستش میکنن هم جای خوریت نتیماست دیگر رو جای بیار آیا پشتر هم جای خوریت میکنی برای نداشت جزا پشتر. پس الله سبحانه و تعالی دستور می‌دهد امر فرمان میکنه و کلوا واشربوا ولا تسرفوا. بخیر کنش سر اسراف نکنی. بسیار مردم رو نگاه میکنی اسراف نه، ماشاءالله استاد شدگی هم. اینو همش جوابگری دارن. اگر واقعا اگر گپی راست حق بزنه بسیار همین کسایی که اسرافگری بکنن همش ریایی همش منافقت برای مردم هم.
ببخشید شاید سخت گپ زنم بسیارش همین است. در حالی که همون انسانایی که صبر میکنن مهنت میکشن بسیارش سوراش تراکتور میکنن عذاب میکشن در شکمش نمیخوان برای اسراف کنی نه های مردم ببینن بخاطر الله نه بخاطر مردم گفتن ببینن دغدغه و منافقت میکنن در حالی که همین انسان در خونه‌اش گرسنه است زن فرزند گرسنه یا زن فرزنداش در جامعه شوکای نغز ندارن در مقابل مردم اینجا عذاب میکشین راسته بعد بومشین های مردم نبینن والله قیامت خیلی سخته جواب میتیم و هوش دونه مردمی که اسراف میکنن اون همیشه که همون را برای الله خرج برای خدا برای روز قیامت سخت‌ترین روز ذخیرت شود خودت بگیری اویا نمیدونی که پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم مرد در راه عبور میکرد یک راه عبور میکرد یک خوری بود خور گرو اینا بیرون کرد مردم آزار اذیت نرسد همین سببه که همین سببش الله سبحانه و تعالی تشکر کرد شکرگزاری کرد انسان تمام گناهش عفو کرد بهشتش بود اویا بهتر است که برای دغدغه نکنی برای آخرت خودت برای قیامت خودت برای الله خرج کنی مردم گفتن میگیرن خرج کنی چقدر مردم است با الله اینو میخوندن ندارن ما خودمون میدونیم تکرار نکنی چقدر انسان ها قرضیدار هستن با 200 300 هزار دلار شاید بعدش نیم هزار دلار نیم میلیون خرج میکنن در یک طور در یک من هم 2 هفته نشد رفتم تقریبا 250 300 هزار دلار در خرج کردم ولی نمیگم موزیکات تنس لا حول ولا قوة الا بالله زن مرد هم عرش به حجاب این والله همه تمام گناهات کی میگیره همون صاحب تو میگیره با سبحان الله عجیبه که با منا میبره که چرا دعوت سبحان والله این حرام است نره او کسانی که عالم هستن و بچه هستن در این محفل نره جواب میتیه هر جا که موسیقی و رقص رفته یه حرام است این بسیار در یکم جمعه ندیدم بخیر اینجا که هم اسلامی کنه هم بگم شیطانی کنه در این جلسه شراب میشود حرام برای حرام است یعنی این نعمت زن به شور الله میتیه و جایی که از الله شکرگزاری کنی این نعمت الله داد است میره از شیطان استقبال میکنه در آغوش شیطان میرود شیطان دشمنه تمام زحمات مهنت و در سما برباد دادی میدونی چقدر این سما در راه الله چقدر مسکین و فقیر یتیم بیوزن قرضیده رو میدادی مشکلش برطرف میکردی الله تشکر میخرسان میشه گناه عفو میگه روز قیامت بهش میرفتی ولی تو کلمه الله اما همه این در راه علاکه اولین سرشوی قدمی زنشوی در راه شیطان شد و عمل شیطان شد اون چی بود اینجا عجیب اینجا که بسیار همین انسان که از خود میرن اسراف میکنن زندگیش یک هفته نمیبرن اون کمبخت میرن ببینن شونه کنه دست ترخون رو بینسون والله در حدیث در ابو داود در بخاری میگذارد که پیغمبر الله سبحانه هرگز 2 روز پیدر هم اینان سر نشده بود ماهاش مادر من عایشه رو نقل میکنم ماهاش میگذاشت میگه از یکون خونه امهات المؤمنین زمان پیغمبر از دود دنه افقاد نمیشین ماه تمام بشین ماه دیگرش نمید پیغمبر الله صلی الله علیه و ساده زندگی میکرد عادی در حالی که بهترین مخلوق الله صلی الله علیه و بهترین مخلوق الله بود و در رأس همه دنیا و برکات و مال دنیا در روش باز شده بود در رأس حکومت بود باز همه ساده زندگی میکرد و الله هرگز برای میز استور که ما میخونیم نخونده پیغمبر حتی انس بن مالک میگه هرگز من ندیدم که پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم در برای میز استور اوقات خورده باشه فقط در روی زمین دسترخوان میپرتاد در روی زمین او ساده آسون میخورد
دغدغه با من میتونست کرده. تمام دورای مکه مکرمه مدینه همه در دستش بود. اما هرگز نانبای نداشتم مثل پادشاها. ماشاءالله بهترین طعام، بهترین چیز را میخورم، در بهترین کروس لوکس زندگی میکنم. پیامبر الله صلی الله علیه و سبحان الله ما را اصلا مقایسه کردن نمیشود. خیر من نمیگم مثل پیامبر صلی الله علیه و حداقل اسرافگویی نکنید. پول تا جمع برای خودتون در زندگی خودتون حداقل در دنیا در کار زیاد است کمقدر حد همسایه بتیم. وقتی که میگم که همون انسانی که اسراف میکنه 100 در یک توی راست خودش میکنه زمان میگم مسجد ما نیاز به کمک از $1 نمیتونه اما $1 کامل میتونه. یا فلان کس در دختر از نیازمند بر اپراتور داره کمک نمیتونه. همه منافق دغدغه برای مردم والله خیلی مجبور میگه برو بزنم. همین فایده نه ضرر میشه. یا چقدر از ما اصلا خانه روز میدن اسراف کنید در خانه 200,000 300,000 نیم میلیون خانه است. سبحان الله با خود نمیبری یا کجی گور نمیتونی برده به اندازه ای پیامبر رسول سلام میگه چقدر عادی بودن خونش. ولی من گفتم صحیح میذاره خانه پیغمبر الله سلام فریزوش پرده نداشتن. این معنی نداره که پیغمبر نداشت تمام دوره دستش بود. بازم نه ساده اصول ما بخون صحیح نکنیم. خونه رو سبحان الله نمیگم که من میگم اسراف کنی نکنید درست فهم اسراف کنی نکنید زندگی سخت نکنید. نه بختون نه بعد دیگران اضافه را بده برای دیگران برای قیامت شود ذخیره قیامت شود. والله انسان ایمان داشته درش یک کمی فهمت درخش نمیده تو یک میبینی یا که در این ساختمان یا که در یک لباس چقدر اسراف میکنه. برند داری یک کاسه 10 تا پوند 20 تا برند داری یک تا چه واسه نمیشه نمیشه اون نمیشه هر یک کاسه 50 100 دلار نمیشه یک کاملا تجمون خدا ندارم برای خاطر برای خود ذخیره قیامت شود. ما همیشه زنده نمیمونیم همیشه سلامت نمیمونیم. وقت فقط میره هرگز برگشت نمیگرده نمیایم. و چی جواب میدی خلاصو؟ میگم زندگی سخته. برای همه چیز هست و برای پلاتون پوینت نیست. البته نیست. درد دل بسیار است. گفتنی بسیار است. شما همه ما را هدایت موفق کنید. گپ سخت کنید. معذرت میخوام. الله سبحانه و تعالی در خود همه ما شما را هدایت موفق کنید. سعادت دین خیر خوب دنیا و آخرت نصیب ما شما را فرزندان سریع بکنید. تمام جمله بسم الله کلام در کدام کنار گوشه هم جهان بشه هر چیزی که خدا مغفرت کنه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.